سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع خیلی خیلی مهم. اینکه چطور به بچه‌هامون مفهوم حریم خصوصی رو یاد بدیم. این واقعاً یه مهارت حیاتیه که میتونه سنگ بنای روابط سالمشون تو آینده باشه. خب این صحنه برای خیلی از ماها آشناست، نه؟ بچه‌ای که با اون چشمای کنجکاوش یهو وسط مکالمه ما با یه دوست میپره، یا وقتی داریم با تلفن حرف میزنیم گوششو تیز میکنه. ببینید این رفتارها خیلی رایجن، اما یه جورایی یه زنگ خطر کوچیکن که به ما میگن وقتشه در مورد مرزها و حریم خصوصی باهاشون صحبت کنیم. خب شاید بپرسید چرا این موضوع انقدر مهمه؟ بذارید بهتون بگم. این فقط یه مسئله ادب و تربیت نیست، خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. آموزش حریم خصوصی یکی از پایه‌ای‌ترین مهارت‌های زندگیه که کمک می‌کنه بچه‌هامون تو دنیای امروز هم ایمن باشن و هم به دیگران احترام بذارن. ببینید وقتی به یه بچه یاد میدیم به حریم خصوصی احترام بذاره، در واقع داریم چند تا ابزار حیاتی رو تو جعبه ابزار زندگیش قرار میدیم. وقتی یاد میگیره به فضای دیگران احترام بذاره، داره همدلی رو تمرین میکنه. این مهارت بهش کمک میکنه روابط سالمتری بسازه و از همه مهمتر یاد میگیره که برای خودش هم مرز تعیین کنه و از حریم شخصی خودش دفاع کنه. حالا برای اینکه بفهمیم چطور باید این مفهوم رو یاد بدیم، اول باید بفهمیم اصلاً این رفتارها از کجا میان. مغز بچه‌ها مخصوصاً تو سنین پایین مثل مغز ما کار نمی‌کنه. یه روانشناس معروف به اسم پیاژه میگه که بچه‌ها تو این سن دنیا رو خیلی تحت و لفظی و عینی می‌بینن. یعنی چی؟ یعنی مفهوم انتزاعی مثل خصوصی بودن براشون خیلی گنگ و نامفهومه. پس وقتی یهویی میاد تو اتاق یا به حرفاتون گوش میده، از روی بدجنسی نیست، فقط داره دنیا رو به روش خودش کشف میکنه. اینجا یه مرز باریکی هست بین کنجکاوی سالم و چیزی که ما بهش میگیم فضولی. کنجکاوی سالم یعنی بچه میپرسه چرا پرنده ها پرواز میکنن؟ چون میخواد دنیا رو بشناسه. اما فضولی یعنی وقتی میپرسه داشتی با کی حرف میزدی و سعی میکنه جزئیات شخصی رو بفهمه. این دومی معمولاً از یه دای دیگه ای میاد، شاید اضطراب، شاید هم پرستون ندونستن مرزها. خب سوال اصلی همینه. ما چطور میتونیم اون کنجکاوی قشنگ و طبیعیشون رو حفظ کنیم اما همزمان بهشون یاد بدیم که از یه سری مرزها عبور نکنن؟ خیلی خوب، بریم سراغ چند تا راهکار ساده و عملی که از همین امروز میتونید انجام بدین. این 4 تا راهکار اون مفاهیم پیچیده رو برای بچه‌ها ساده و ملموس میکنه. اولی قانون دست به کمر. خیلی جالبه. بهش بگید دستاشو بذاره رو کمرش. اگه آرنج‌هاش به کسی نخوره یعنی فاصلش خوبه. به همین سادگی. دومی نقش بازی کردنه. مثلا با هم بازی کنید که تو صف اتوبوس وایسادید تا رعایت فاصله رو تمرین کنه. سومی قانون طلایی اول اجازه بگیر. این باید برای همه چی باشه، از برداشتن اسباب بازی دوستش گرفته تا وارد شدن به اتاق شما. و چهارمی خیلی آروم و با مهربونی براش توضیح بدید که بعضی چیزا خصوصیه. مثلا وقتی دارید با تلفن حرف میزنید کار درستی نیست که بیاد سرک بکشه. اما همه اینا یه طرف، مهمترین و قویترین راهکار یه چیز دیگه است و اونم خود شمایید. یه جمله معروفی هست که میگه بچه‌ها کاری رو میکنن که ما انجام میدیم، نه کاری که ما بهشون میگیم انجام بدن. این یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها آینه رفتار ما هستن. اونا بیشتر از این که به حرفامون گوش کنن، کارامون رو نگاه میکنن و تقلید میکنن. پس نکته اصلی اینجاست که احترام گذاشتن رو باید اول خودمون تمرین کنیم. مثلا قبل از اینکه برید تو اتاقش در بزنید. این یه حرکت ساده است، ولی بهش یاد میده که فضای شخصی مقدسه. یا قبل از اینکه تو کیف مدرسش رو بگردید، ازش اجازه بگیرید. وقتی جلوی اون از دیگران سوالای شخصی و بی ربط نمیپرسید، دارید مرزهای اجتماعی رو بهش یاد میدید. یادتون باشه، شما قوی‌ترین الگوی آموزشی برای فرزندتون هستید. و همه اینا ما رو میرسونه به یک نتیجه گیری خیلی مهم. احترام یه جاده دو طرفه است. وقتی ما به بچه‌هامون و فضای شخصیشون احترام میذاریم، فقط بهشون حس ارزشمندی نمیدیم. داریم عملاً بهشون یاد میدیم که چطور به دیگران احترام بذارن. این دقیقاً همون پایه‌ایه که اعتماد و درک متقابل رو تو خانواده میسازه.
و حالا این سوال رو میخوام از خودتون بپرسید. همین امروز با چه کار کوچیکی میتونید به حریم خصوصی فرزندتون احترام بذارید؟ شاید یه در زدن ساده یا یه اجازه گرفتن قبل از نگاه کردن به نقاشیش. این قدم‌های کوچیک درسای بزرگی رو میسازن. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید.